بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و مواله. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، امیدوارم که خوب و صحتمند و سالم و تندرست باشید و در هر گوشه از دنیا که قرار دارید در حفظ و پناه الله بزرگ و متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. برادران و خواهران بزرگوار، چندی قبل بنده صحبتی داشتم پیرامون صحبت‌های جناب حکمتیار صاحب که درباره صحیح بخاری و امام بخاری حرف زده بودن. بعد از این خیلی حرف و حدیث ها شد و من در یک ویدیوی مستقل پیرامون برخی از اعتراضات صحبت کردم. بعد از صحبتم متوجه شدم که شبکه بریا، شبکه‌ای که متعلق است ظاهراً به جناب حکمتیار صاحب، ویدیویی که بنده در اول صحبت کرده بودم پیرامون نقد بنده بر صحبت‌های جناب حکمتیار صاحب، آمدن به نحوی پاسخ دادن. اولا من نمیدانم که پاسخ دهنده کیست و چی کسی این نقد را بر بنده وارد کرده. از آنجایی که من علاقه ندارم که به افراد مجهول پاسخ بدم، خدای نخواسته به عزیزی که این مطلب را روخانی کرده بر نخورن. خود نمیشناسم، نسبت به من مجهوله و نمیدانم که این را چی کسی نوشته و چی کسی خوانده. اما از آنجایی که از طریق و از کانال جناب حکمتیار صاحب نشر شده، بر خود میدانم که تا نقدشان را پاسخ بدم. اساساً من نقد صریحی دارم بر روی عنوان ویدیویتان. عنوان ویدیویتان را گذاشتید دفاع از حکمت الباری، پاسخ نقد عبدالرحمن فاتح. اساساً من کجا کتاب حکمت الباری جناب حکمتیار صاحب را نقد کردم؟ بلکه مقطع ویدیویی بود که به صورت گسترده نشر شده بود، یا اینکه اون سلسله را حکمت الباری بگید، نمیدانم، ممکن، والله اعلم. ولی من نقد کتاب نکردم. نقد ویدیویی که از ایشان نشر شده بود را به هر حال مطرح ساختم. و چون از این باب میگم که بسیار قضیه را پیچاندن، حتی در همین ویدیو هم مشخص میشه ایشان گوینده این نوشته مطرح میسازه که انگار بنده کتاب ایشان را نقد کردم و شما متوجه خواهید شد. و من میخوام که برایتان یک منهج علمی متوجهتان بسازنم، و آن این که منهج علمی نیست که شما اون صحبتی که بنده کردم بدون این که روی صحبتهای بنده و روی نقدهایی که یعنی نکات اساسی است و نکات مهمه به اونها بپردازید آمدید شبهه مطرح کردید. این منهج علمی نیست و منهج من هم نیست که کل آنچه که شما گفتید جواب بدم، اما برخلاف منهج خود ویدیوی شما را تک به تک، کلمه به کلمه پاسخ خواهم داد. و خواهشم اینه که عزیزانی که در تلویزیون بریا هستند این صحبت را نشر کنن، همچنان که ما صحبت‌هایشان را نشر می‌کنیم و بنده تک تک از کلماتتان را نشر خواهم کرد و توضیح خواهم داد ان شاء الله. به هر حال بدون ضیاع وقت میرویم سر اصل موضوع تا که وقت ضایع نشه. و البته دوستان گرانقدر، و من معذرت میخوام، یعنی سرعت ویدیو را کمی میبرم بالا، سرعت ویدیویی که قرار است صحبت‌هایشان نشر بشه، تا اینکه زودتر ان شاء الله ویدیوی ما به اتمام برسه. میشنویم با هم. البته اجازه بدید قبل از آن، ببینید دوستان گرانقدر، قرار نیست که کل ویدیو را من در این قسمت پاسخ بدم. این بخشی از جوابه. ان شاء الله در ویدیوهای بعدی هم این را جواب خواهم داد. بخشی از آن را، دقایق ابتدایی و دقایق اولیش را، در این ویدیو پاسخ میدم، چون که اکثرا شبهاته و اینها نیاز به زمان داره. شبهه مطرح کردن سهله، اما پاسخ دادنش وقت نیاز داره. میشنویم با هم.
ایشان در ابتدا گفتن دفاع از حکمت الباری و پاسخ به نقد برادر محترم عبدالرحمن فاتح. ببینی میشنوی. برادر محترم عبدالرحمن فاتح: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. ویدیویی را از طریق فیسبوک به نشر سپرده اید و در آن به نقد یک بخش صحبت‌های برادر حکمتیار پرداخته اید. عرایض درباره نقدتان دارم. بفرمایید. لازم بود سخنان برادر حکمتیار را با دقت و با توجه به سیاق و سباق سخنانش میشنیدید. بعد به نقد آگاهانه، عادلانه و بدون تعصب میپرداختید. خب اول این حرفتان توهینه. غیر آگاهانه و با تعصب. کدام تعصب؟ تعصب بر چی؟ و غیر آگاهانه چیه دوست عزیز؟ ویدیوی ایشان منتشره و همان مقطع از طرف خودتان نشر شده و در فضای عمومی به صورت گسترده پخش شده و بنده آمدم همون ویدیو را پاسخ دادم. این که بعداً جناب حکمتیار صاحب آمد در چند روز بعدش حرفای دیگر زد، به اون حرفایشان من کاری ندارم، به من ربطی نداره که ایشان از حرف خود رجوع کردن یا نکردن و امید که انشاءالله رجوع بکنن و حرفای خود را اصلاح کردن در ویدیوهای بعدی که نه هدف من تکفیری ها بودن و فلان بودن. اما در ویدیوی اولی خیلی واضحه و شفافه و من در ویدیویی که پاسخ به اعتراضات بود به صورت واضح گفتم که شما را چالش میدم همه ایتان را که اگر میگویید که من اون ویدیو را ترجمه نادرست کردم بیاید اصلاح بسازید، اگر نه حرف من نمیدانم چی حرفیه. گوش میکنید. های وی را شنیده اید و به قضاوت پرداخته اید. بحث در مورد کسانی است که در مساجد عملیات انتحاری انجام میدهند و خود را طرفداران بخاری و اهل حدیث میخوانند. نه بحث درباره امام بخاری رحمه الله و صحیح بخاری در میان است و نه اهل حدیث در مجموع. مخاطب من نمیدارم، شما شاید نشنیدید ویدیو را. ایشان در اخیر مستقیم روی صحیح بخاری گوش میگذاره و میگه که احادیث صحیح بخاری تعارض داره، تناقض داره، مگر این بحث صحیح بخاری نیست؟ عجیبه والله. شاید شما ویدیوی دوم را شنیدید دوست عزیز. ویدیویی که من دربارش صحبت کردم نشر کردم در اون ویدیو، به صورت کامل ویدیوشان را نشر کردم. بله دوستان همه خودتون قضاوت کنید، شاهد باشید. تکفیری ها و انتحاری هایند که خود را اهل حدیث و پیرو بخاری قلمداد می کنند، با آنکه در متاسفانه این ترفند همه کسایی است که با اهل حدیث مخالفت دارن. امروز در افغانستان به نام تکفیری و به نام فلان و فلان، حتی همون علمایی که به تعبیر شما همون کسایی که تکفیری هستن، همون علما از طرف اونها تکفیر شدن، امروز کشته میشن و توسط افراد مسلحی کشته میشن و کسی نیست جلوشان را بگیره. تا که حرف بزنی میگه تکفیری ها. یک بهانه شده تکفیری ها، وگرنه اساسا متاسفانه زدن اهل حدیثه و از بین بردن منهج اهل حدیثه. سبحان الله، عجیبه. میشنویم این بازی ها تکرار شده، تکراریه دیگه. بله حدیث نیستند و امام بخاری در روز قیامت و در بارگاه الهی از آنان اظهار براءت و شکایت خواهد کرد و اما شما بی موجب و بی دلیل آن را به سوی دیگر کشانده اید. نه تحریف نکنید. در ویدیوی اولشان چون این چیزی نگفته. در ویدیوی دوم بله صحبتای خود اصلاح کردن، ولی در ویدیوی اول مشخصه دوست عزیز، کدام بی موجب کدام بی دلیل. ویدیویشان پخشه، شما برو نقد بکن. ویدیوی من را کامل ماننده که من ویدیوی شما را نشر میکنم نشر بکن، بعد بگو که اینجا جناب حکمتیار صاحب این را نگفته، شما ترجمه اشتباه کردید. بله بفرمایید. دوری از بخاری و اهل حدیث پرداخته اید. مگر لازم بود این کار را از طریق رسانه ها و به این صیغه نامناسب انجام دهید؟ اولا کدام صیغه نامناسب؟ خیلی هم صیغه مناسبه. خیلی ها رد دادن بر جناب حکمتیار صاحب و حتی حرفای گفتن، مسائل شخصی را در میان کشیدن، مسائل سیاسی را در میان کشیدن. من ابدا چنین نکردم. کدام صیغه نامناسب؟ و بله نیازه وقتی که یک ویدیو در فضای عمومی نشر میشه باید در فضای عمومی جواب داده بشه. متوجه شدید دوست عزیز؟ شما که خودتان را مثلا رسانه‌ای میدانی، خب باید این قضیه را بفهمی. وقتی یک مسئله در رسانه ها کشیده میشه در رسانه ها جواب داده میشه، نه به صورت خصوصی. باز قضیه دینی است. توسط این ویدیو افراد گمراه میشن،
توسط این ویدیو اسلام ستیزان سوء استفاده میکنن، زبانشان بر علیه بخاری و بر علیه صحیح بخاری دراز میشه. بعد شما میگید به صورت خصوصی این حرفا رو میگفتیم. عجب والله. و نقد بر کتاب‌های حکمتیار صاحب، مخصوصا حکمت الباری، ترجمه و شرح صحیح بخاری و سلفیشم که مذهبی پاتشم داشتید، باید در این مدت 7-8 سال بعد از طبع این کتب. من اصلا در مورد این کتاب حرف نزدم دوست عزیز. اصلا شما شاید ویدیو رو ندیدید، برایتان گفتن، یا این رو کسی دیگه نوشته داده دست شما میخوانید و بیشتر این ترجیح داده میشه. ولی دوست عزیز، او کسی که نوشته او را میگم. شما شنیدید مگر من نام این دو کتاب را در ویدیو گرفتم، خصوصا نام دوم را گفتم، یا به نقد این کتاب ها من پرداختم؟ چرا دارید قضیه را کج میکنید، به جهت دیگری میبرید؟ ویدیو موجوده، صحبت ایشان موجوده و صحبت منم موجوده. سبحان الله. و از این کلمه سبحان الله هم بعضی بعدشون میه عجیبه. وقتی من میگم سبحان الله، یعنی برای تعجب سبحان الله گاهی گفته میشه. میگن چرا سبحان الله میگه؟ چی بگم؟ چک چک بزنم؟ والله عجیبه. بشنوید. رم در میان میگذاشتید و اگر شوق کشاندن بحث بر رسانه ها و نقد و رد بخش های مورد نظرتان در این کتب به شما انگیزه میداد و توانمندی لازم را نیز در خود سراغ داشتید، هیچ مانعی در برابرتان نبود. جهت ها و آدرس های زیاد نیز در دوران 20 سال عشق. اولا دوست عزیز، قوتم را بالای همه این کتاب ها الحمدلله میبینم. اینها را از خودم خیلی ضعیفتر میبینم و حتی ضعیفترهای از من قوتشان را بالای این کتاب، بسیار بالای این کتاب ها میبینن، چون منهج علمی نداره. که اینقدر شما از این کتاب ها چی ساختید و بعد از آن من با کدام زبان بگم که من این کتاب ها را نقد نکردم؟ دوست عزیز، اخبار را به شما غلط رساندن. اگر نام من عبدالرحمن فاتح هست که ویدیوی من موجوده، چون چیزی نگفتم. شاید شما درباره کسی دیگری دارید صحبت میکنید. بله، که شما را در این کار یاری میکرد. چرا امروز و بدون آن که به نقد علمی و مستدل موارد از این کتب بپردازید، خود را مدافع بخاری و اهل حدیث و جانب مقابل را مخالف آن گرفته اید؟ از چگونگی تبلیغاتتان کاملا هویداست که پشتو بلد نیستید و این کتب را مطالعه نکرده اید. لطفاً دوست عزیز، چرا بحث پشتو را اینقدر شما پیش میکشید؟ همه ایتان در ویدیویی که در بحث اعتراضات بود، در اونجا هم من این قضیه را توضیح دادم. پشتو نمیدانید، کتاب را فلان کردید. جانم، من اصلا بحث کتاب نیست. چرا داری صغرا کبرای غلط میچینی؟ چرا من نمیدانم چرا بحث را دارید عوض میکنید؟ عجیبه والله. سبحان الله، من تعجب میکنم والله. همش صغرا کبرای غلطه، بیجاست، نادرسته. خب طبیعتا نتیجه هم نادرست برمیه. بشنوی. نمود قرآن مباشید و یقذفون بالغیب من مکان بعید، نادیده تیراندازی میکنند، آن هم از مکان دور. متوجه نشده اید که برادر محترم حکمتیار تنقیح اجماعی احادیث را پیشنهاد میکند از سوی مجمع معتمد، معتبر و قابل قبول برای همه امت، کار شبیه به آنچه عثمان رضی الله عنه در رابطه به توحید مصاحف انجام داد. دوست از اول صبر. دوست گرامی، گویا شما ویدیو را نشنیدید. من در همونجا گفتم که نیازی به پیشنهاد جناب حکمتیار صاحب نیست. کتاب‌های حدیث تنقیح شده. ای که شما نمیدانید، ای که علمش را ندارید، مشکل خودتان هست. و طبیعتا مشکل نفهمیدن، دوایش و درمانش فهمیدنه و دانش و علمه. برید تحقیق کنید خودتان. یعنی من در همون ویدیو جوابتان را دادم، پس چرا این دوباره دارید تکرار میکنید؟ شاید نشنیده اصلا کسی که این را نوشته که من چی گفتم. بله. فتنه خطرناک را تا روز قیامت گرفت. امت امروز به کتاب واحد و متفق علیه حدیث همان گونه ضرورت دارد که زمان برای توحید مصاحف در یک مصحف ضرورت داشت. تنقیح انفرادی این و آن کتاب کافی نیست. اگر کافی و بسنده بود، باید مشکل سالها قبل حل می شد. تعداد زیاد محققین کتب حدیث. دوست عزیز، حل شده. شما نمیدانید مشکل خودتانه. من نمیدانم یعنی چرا دارید، یعنی در ویدیوی اول من پاسخ این قضیه را دادم. مشکل حله. کجاست مشکل جهان اسلام؟ در کجاست که سر یک کتاب اختلاف داشته باشن؟ من نمیدانم شما یا جناب حکمتیار صاحب ظاهرا درباره
کتب شیعیان صحبت میکنید، چون که کتاب های اونها تنقیح نیست. اما اهل سنت افتخار این را دارن که کتبشان تنقیح هست. بله. شمول صحیح بخاری را به بحث کشیدند، شروح مفصل نوشتند، موافق و مخالف، مسائلشان قابل قدر و ارزشمند، اما نه تنها از مشکلات نکاستند بلکه مشکل به حال خودش باقی مانده و بیش از سابق تشدید شده. ما اکنون 430. نه جانم، نه. مشکل دریه که شما متاسفانه خودتان و کسی که این را نوشته اطلاع کافی ندارید. نه از شروح صحیح بخاری، نه از دفاعیات صحیح بخاری، از هیچ کدامشان اطلاع کافی ندارید. اگر نه این حرف رو نمیزدید که مشکلات همچنان باقی است. کدام مشکل؟ به حدیث داریم، یکی از آنها صحیح بخاری است. تمامی این کتب را 400 و چند کتاب حدیث داریم، شاید بیشتر هم داشته باشیم، ولی تنقیح شده دوست عزیز. یعنی کتب اصول تنقیح شدن. ببینید، ما یک کتب اصول داریم، یک کتب فروع داریم، گرچه اینها هم در ضمن کتب حدیث داخلند، اما کتب اصول مثلا کتب سته که مردم به اونها صحای سته میگن، کتب سته یا کتب تسعه، اینها معروفن و هر کدام اینها حالا مثلا تنقیح شده، مشخص شده، شروحات بالایشان نوشته شده، خصوصا بخاری و مسلم که اجماع امت بر قبول آنهاست. خب ادامه میدیم. یک کتاب جامع و مورد قبول تمامی امت خلاصه کرد، به گونه‌ای که ما فقط یک قرآن و یک کتاب صحیح حدیث داشته باشیم که در این کتاب. دوست عزیز، فرق میکنه. شما چرا اینقدر متاسفانه کوچکترین قضایا رو نمیفهمید؟ قرآن کریم اصله، مانند چطور برایتان یک مثال بدم. ببینید، قانون اساسی مثلا چند ماده است، درسته؟ هر کشور اینطوره، چند ماده است، اما شرحش بیشتره. این که نمیشه که تو خواسته باشی که شرح و متن را یکی بکنی. سنت پیامبر و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شرح بر قرآنه، توضیح بر قرآنه، تفسیر بر قرآنه و تبیین بر قرآنه. یعنی چی؟ وظایفی که سنت نسبت به قرآن کریم داره، یعنی این رو در یک کتاب جمع کنه. سبحان الله. این را کسی میگه که اصلا نفهمه که در قرآن چیست و نفهمه که در حدیث چیست و اصلا وظیفه حدیث درباره قرآن چیست. این را همچون کسی چون این حرف میزنه. آیات جعلی و در این حال مثلا همین صحیح بخاری، امام بخاری رحمه الله میگه من از 100,000 حدیث صحیح این احادیث را انتقا کردم و برچیدم و در این کتاب جا دادم. یعنی امام بخاری نمیگه تمام احادیث صحیح در این کتابه، بله تمام احادیثش میگه صحیح است، اما نمیگه تمام احادیث صحیح در این کتابه. در کتب دیگر هم وجود داره، در کتب دیگر هم وجود داره. عزیز من، ما که وقتی میگیم حرف تخصص، حالا شما دارید بحث تخصص رو هم بعداً مسخره میکنید و حتی توهین و جسارت میکنید با متخصصین. خب به خاطر همینه، چون شما اهل تخصص نیستید، این حرفایی رو میزنید که اصلا به تعبیر امام ابن حجر رحمه الله میگه وقتی که کسی برخلاف فن خود حرف بزنه اتا بالعجائب، چیزهای عجیب و غریب میاره، چیزهای عجیب و غریب میگه. میشنویم. و نه روایات متعارض با قرآن و نه تکرار ملال آور. صحیح بخاری و هر کتاب دیگر حدیث نه تنها با کتب دیگر در صدها و هزاران مورد اختلاف دارد، بلکه میان صحیح بخاری و صحیح مسلم استاد و شاگردش نیز در خیلی از موارد شاهد اختلاف هستیم. یک لحظه دوست عزیز، تکرار ملالت آور چیه؟ احادیث پیامبر علیه الصلاة والسلام ملالت آوره. و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. در قرآن کریم هم خیلی از مسائل تکرار میشه. اینها شاید اینها هم برایتان ملالت آور باشه و شاید فردا شما این پیشنهاد بدید که بیایید آیاتی که حالا مثلا داستان موسی علیه السلام در سوره های مختلف آمده، داستان آدم علیه السلام در سوره های مختلف آمده، بیایم اینها رو حذف کنی، ملالت آوره. و دقیقاً همین چیز را امروز بعضی از اسلام ستیزان و بعضی از منکرین حدیث به این نتیجه رسیدن که این کار را بکنی. ملالت آور چیه دوست عزیز؟ احادیث صحیح پیامبر ملالت آور میشه؟ قلب مؤمن با کلام پیامبر علیه السلام باز میشه. چرا توهین میکنید شما؟ این کلامتان توهینه.
اگر نمیدانید بدانید. ملالت آور چیه دوست عزیز؟ باز من برایتان توضیح خواهم داد. حتی امام بخاری رحمه الله احادیثی را که تکرار در کتابش آورده بدون فایده نیاورده و برای اهل علم و طلاب و دانشجویان علوم اسلامی این قضیه آشکاره، اما برای افرادی که تخصص ندارن و جهل نسبت به بخاری دارن و فقط زبانشان درازه، خب طبیعی است که این قضایه برایشان ملالت آور میشه و تکراری میشه. گوش کنید. از میان دهها و صدها مورد یکی را در برابرتان بگذارم. بخاری در مورد دجال میگوید چشم را... نه دهها و صدها مورد را بگذارید، بیارید اینها را بیارید که مردم عقیده شما را هم بدانن، عقیده اهل سنت را هم بدانن و موقف و جواب اهل سنت را هم بشنون. از صدها موردی که استاد و شاگرد با هم اختلاف دارن. دقت کنید دوستان عزیز. ایشان مدعی است، نویسنده این پیام مدعی است که صحیح بخاری و صحیح مسلم، امام بخاری و امام مسلم با وجودی که استاد و شاگرد هستند در احادیثی با هم اختلاف دارن. خب حالا درباره دجال ایشان میگه که درباره دجال بخاری گفته که چشم راستش فلان. اجازه بدید بشنوید. اما مسلم این روایت را آورده که چشم چپش کور است. روایت مسلم را در صحیح بخاری نمیابیم. چرا؟ این را شما جواب بگویید. 3. صبر دوست عزیز. اولا در خود همین صحیح مسلم هم روایتی است که چشم راستش و هم روایتی است که چشم چپش. یعنی اینطور نیست که امام مسلم این روایت را نیاورده باشه، بلکه آورده. روایت را آورده در صحیح مسلم و در صحیح بخاری چشم راست آمده و درستش اینه که هر دو صحیح هستن. چطور؟ من جواب میدم برایتان. گوش کنید دوست عزیز و تمام عزیزانی که شما شنونده و بیننده هستید، گوش کنید. اینها میگن اختلافه. این اختلافه. مش نمونه خروار و تمام اختلافاتی که اینها میارن تک تک اینها را من با شما بررسی خواهم کرد ان شاء الله. ببینید در صحیح بخاری اینطور آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله لیس باعور. الله سبحانه و تعالی یک چشم نیست. الا ان المسیح الدجال اعور العین الیمنا. و دجال چشم راستش کوره. چشم راستش کوره. و بعد از آن که ان عینه عنبة طافیه. دقت داشته باشید. طافیه اینجا با یاست. اینجا با یاست. طافیه. طافئه نیست، با همزه نیست. دقت داشته باشید، بعداً برایتان واضح میسازم که فرق این دوتا در چیست. صحیح بخاری روایت شماره 3439. همین روایت در صحیح مسلم هم هست. یعنی خود امام مسلم هر دو روایت را آورده. اینطور نیست که فقط امام بخاری آورده باشه. متوجهید؟ در صحیح مسلم روایت شماره 2247 اینطور آمده: ان الله تعالی لیس باعور الا و ان المسیح الدجال اعور العین الیمنا. الی آخر که در این روایت اینطور آمده که ان عینه عنبة طافئه. اونجا طافیه هست، اینجا طافئه هست با یا و همزه. این دوتا در ذهنتان باشه. روایت دیگر امام مسلم رحمه الله میاره، حدیث شماره 2934 که در اون روایت از حذیفه هست. راوی متفاوته. الدجال اعور العین الیسرى. دجال چشم چپش کوره یا معیوبه. اینطور در حقیقت مسیح دجال هر دو چشمش معیوبه، هم راست و هم چپ. اما تفاوت در چیست؟ امام نووی رحمه الله در شرح مسلم در کتاب المنهاج میگه که و انه جاء فی روایت اعور العین الیمنا و فی روایت الیسرى. یعنی این آقا آمده که اینها تنقیح نشده و فلان نشده. امام نووی رحمه الله در زمان خود این قضیه را جواب میده. قبل از امام نووی این جواب داده شده. اینکه شما سواد ندارید، نخواندید این کتاب ها را و میگید که ما حالا نیاز داریم که علما جمع بشن و این اختلافات را حل بکنن. علما در همان زمان جواب دادند. فقط کسی را میخواه که بخوانه و کلام علما را بفهمه. متوجهید؟ و کلاهما صحیح. امام نووی میگه هر دویشان صحیح هستند. والعور فی اللغة العیب.
عور میگه در لغت به معنای عیبه. و عیناه معیبتان عورا، میگه هر دو چشمش معیوب هستن. و ان احداهما طافئه بالهمزه، یکی طافئه هست یعنی با همزه، که معنای طافئه یعنی ای که کلا نمیبینه، فاقد دیده. طافئه با همزه یعنی لا ضوء فیها، اصلا نمیبینه، درسته. والاخرى طافیه، اما چشم دیگرش طافیه هست. طافیه که میگه که در صحیح بخاری و در صحیح مسلم با هم تضاد داره. والاخرى طافیه بدون همزه، بلا همزه. ظاهرة ناطئة، یعنی چی؟ یعنی ای که ظاهر و برجسته است. یعنی دو چشم دجال هر دو تا معیوبه، پس هر دو چشمش، هم راست و هم چپش، هر دو تا عورند، عور دارند یا عیب دارند. این کلمه عور یعنی معروف است، سبحان الله. همچنان که امام نووی رحمه الله میگه که والعور فی اللغة العیب، هر دو چشمش معیوبه یعنی مشکل داره. پس بنابراین اختلافی نیست در میان روایات، فقط نیاز به فهم، نیاز به مطالعه هست. کمی خودتان را زحمت بدید، مطالعه بکنید، بعد از آن این حرفای گنده گنده و بزرگ رو نزنید که اینها با هم اختلاف داره و فلان است و این است و آن است. بشنویم ادامه صحبتشان رو. شما بی موجب و بدون دلیل به موضوع تخصص پرداخته اید و حق بحث و قضاوت را از کسانی سلب کرده اید که در معیارهای خودت از تخصص لازم بهره مند نیستند. این حکم را باید کسی... کدام معیارهای خودم دوست عزیز؟ اینها معیارهای شرعی است. کسی که به غیر فن خود حرف میزنه اتا بالعجائب. حرف من از تخصص، همه ایتان این رو کشیدید که بله درست مدرک نداره. خب بله درست مدرک نداره. ایشان یا شما، حالا کسی که نویسنده این هست، در نزد کدام عالم حدیث زانو زدید و درس خواندید؟ جان من، دوست عزیز، اگر قراره بر این باشه که انسان از لابلای مطالعات کتب بدون استاد به جایی برسه، خب همه مردم میرسیدن. مانند این که یک طبیب، یک کسی که میخواد دکتر بشه، کتاب‌های دکتری به زبان انگلیسی را میدانه یا به زبان فارسی کتاب‌ها را میگیره، بعد شروع میکنه به جراحی مردم. بابا جان، تو باید تخصص داشته باشی. هدف من از تخصص اینه زیر دست یک استاد کار کرده باشی، در نزد یک استاد زانو زده باشی و بفهمی، وگرنه خب مردم را جراحی میکنی و میکشی. خب مانند همون فردی که روایتی هست در کتب حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن حبة السوداء شفاء من کل داء. حبة السوداء شفاست از تمام امراض، حالا امراض خاصی به هر حال. یک شخصی کتاب حدیثی را گرفت، خواند که حیة السوداء، حبة السوداء. خب چون بدون استاد بود، از استاد نشنیده بود، یک نکته اضافه شده بود، اصطلاح یک مگس نشسته بود، یک نکته زیادی کرده بود. حبة السوداء شد حیة السوداء. حیة السوداء یعنی مار سیاه. مار سیاه را گرفت، خوش کرد و خورد، خب مرد. سبحان الله. متوجه دوست عزیز، بحث از تخصص اینه. معیارهای خودت یعنی چی دوست گرامی؟ معیارهای خودت چیه؟ این معیار شرعی است. بله، ادامه میدیم. خودش متخصص باشد و در مورد کسی صادر کند که از وی امتحان گرفته و با معیارهای تخصص موافقش نیافته. اجازه بدهید دوست عزیز، اولا الحمدلله من سالها و سالها در نزد علما زانوی تلمذ و شاگردی زدم. ثانیا نیاز به امتحان نیست. فرد وقتی لب به گوشای خودش امتحانش را میده، انسان میفهمه که همین فرد متخصصه یا نیست. خب اجازه بدید که ببینیم سوالشان چیه. از شما بپرسم، از نظر شما متخصص کیست؟ کسی که برای داشتن سند درس خوانده و آن هم از استادی که مأمور تنخواهخوار نظام‌های حاکم کشور خود است و برای آن درس خوانده که از آدرس دین و بر رؤیت این سند صاحب معاش و امتیازات مالی و مادی باشد. دیگران برای دین قربانی می‌دهند، به زندان می‌روند و به شهادت می‌رسند، و اما او با امامت نماز فرضی خود نیز از دیگران مزد و شکرانه می‌گیرد. قریش و احبار. دوست عزیز، مصادره به مطلوب نکنید. چی ربطی داشت؟ اولا به اساتید ما توهین نکنید. به اساتید ما توهین نکنید. اساتید ما خرجخور مردم نیستن. متوجه هستید دوست گرامی؟
و واقعا من متاثر شدم وقتی این حرفا رو شنیدم. یادم آمد از اساتیدم در جامعه اسلامی مدینه منوره که الله متعال همه ایشان را سالم داشته باشه و عمر طولانی نصیبشان بکنه و آنهایی که فوت کردن الله متعال آنها را مغفرت بکنه و رحمت بکنه. باور کنید به گرد پایشان هم از نظر علمی شما محسوب نمیشید. این توهین ها چرا با متخصصین توهین میکنید؟ و من گفتم اهل تخصص یعنی کی؟ یعنی چی؟ یعنی چرا این حرف رو دارید مطرح میسازید؟ الله المستعان. درباره پیامبر علیه السلام میگفتند امی است، راعی است، نه خودش عالم است و نه پدرش عالم بود. مگر ممکن است خدا از میان ما و در موجودیت ما علما و سند یافته ها او را چون رسول برگزیده؟ لطفا دوست گرامی، قیاس مع الفارق نکن. خودت را به پیامبر داری نسبت میدی. پیامبر خو از جانب الله متعال به او وحی می آمد. هیچ کس به سوی پیامبر علیه السلام نبود. اگر برای شما هم وحی می آید یا مانند غلات صوفیه که درس نمیخوانن میگن که برای ما الهام میشه، اگر شما به این دیدگاه هستی باز بحث جداست. دوست گرامی، چرا قیاس مع الفارق میکنید؟ این قیاس های آبکی را به جیبتان بگذارید. سبحان الله، عجیبه برای در رفتن از این که متخصص نیست چی حرفایی رو که اینها پیش نمی کنن، خودش رو به پیامبر علیه السلام و ما رو با مشرکین مکه قیاس میکنه، در حالی که پیامبر علیه السلام با وحی در ارتباط بود. جان من، و الله متعال به پیامبر میگه تو امی هستی، ولی با وحی پیامبر را الله سبحانه و تعالی جایگاه داد و رفعت را و بلندی داد و برایش علم داد. انظار آنان و چون ایشان قضاوت مکنید. این را نیز اجازه بدهید بپرسم، بله. آیا با حکمتیار دیدار داشته اید؟ کدام کتابش را خوانده اید؟ عیب و نقصی در آن یافته اید؟ کتاب ضخیمش درباره بخاری و ترجمه و شرح آن را که بیش از 7 سال قبل نوشته چند بار چاپ شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته و اکنون در 2 جلد زیر چاپ است و جلد سوم آن نیز ان شاء الله به زودی تکمیل و چاپ خواهد شد. تا حال 28 حلقه درسی در رابطه به آن داشته و از طریق تلویزیون بریا منعکس شده. آیا آن را مطالعه کرده اید و دیده و شنیده اید؟ چرا در دوست عزیز، یک لحظه. اولا که من با جناب حکمتیار صاحب هیچ وقت نزدیک دیدن نداشتم و نیازی هم نمیبینم که دیدن داشته باشم. حالا دنیا مانند قریه کوچکی شده. من چیزی که نقد کردم شخصیتشان را مگر نقد کردم که با ایشان نشست و برخاست داشته باشم؟ صحبت‌هایشان را نقد کردم و بحث کتاب‌هایشان را پیش کشیدید. قصدم بر اینه که ان شاء الله به زودی نه چندان دور به سراغ کتاب‌هایشان هم برم و ان شاء الله نقد خواهم نوشت به توفیق الله متعال سبحانه و تعالی در دفاع از حدیث پیامبر و در دفاع از ائمه مسلمین. بله، میشنویم. کسی از رفقای شما نقدی بر آن ننوشت و نتوانست بنویسد؟ از شما می‌خواهیم که بر ما منت بگذارید و ملاحظات و اعتراضاتتان را از ما و ملت خدا پرست ما دریغ نورزید. 4. خب ما آمدیم اینجا نقد کردیم، خب شما خب چی دارید با ما نمیگید؟ اساتید ما را هم توهین میکنید، اهل تخصص را هم توهین میکنید و ما را تشبیه به مشرکین مکه هم میکنید و خودتان را در جایگاه پیامبر هم مینشانید. ماشاءالله. همینطور میخواهید شما از نقد و از اعتراضات ما تجلیل بکنید؟ سبحان الله، عجیبه والله. سبحان الله. در روایات بخاری نه تعارض وجود دارد و نه تناقض و تضاد. جرأت چنین ادعا را فقط کسی میتواند داشته باشد که یا اصلا صحیح بخاری را نخوانده اند و یا کسی که چشم بسته درباره بخاری قضاوت میکند. اما دوست عزیز سبحان الله، حالا از کلمه سبحان الله ما هم اینطور گپ درست کردن. ببینید دوست گرامی، کسی که نویسنده این مطلبه، دوست عزیز، بنده در همان جا هم گفتم که بحث تعارض روایات یک بحث تخصصیه. در همان ویدیو گفتم و گفتم این به اهل تخصص برمیگرده، نه به هر کس. بله، بعضی از روایاتی که در کتب حدیثی یافت میشه که ظاهراً با هم تعارض داره، حتی علم مختلف الحدیث داریم ما، روشمندی داره، یعنی منهج داره، یعنی منهجی با آن رفتار میکنن.
یا بحث جمع، بحث ترجیح، بحث نسخ، بحث توقف، مواردی که به هر حال وجود داره دوست گرامی. یعنی به این سادگی ها نیست که هر کس بیه تعارض داره و بعد از آن شروع بکنه به حد حرمت کردن به صحیح بخاری و صحیح مسلم و میگه این حرف کسی میگه که صحیح بخاری رو نخوانده. جالب، ماشاءالله، الحمدلله، لطف الله متعال و اما بنعمت ربک فحدث. من از مشایخ زیادی صحیح بخاری را به صورت سماع اجازه دارم دوست گرامی، متصل از استادم تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم و تا به امام بخاری و از امام بخاری تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم، کل صحیح بخاری را. تو حالا به من میگی که این صحیح بخاری رو نخوانده؟ معلومه که کی نخوانده. حالا متوجه خواهید شد ان الله. من برایتان ثابت خواهم کرد که کی نخوانده صحیح بخاری را. گوش کنید که شارحین و ناقدین بخاری با استناد به دلایل انکار ناپذیر و خیلی زیاد معتقدند و نوشته‌اند که در اکثریت مطلق روایات تکراری بخاری یا تفاوت‌های لفظی وجود دارد یا در چگونگی ترتیب و ترکیب الفاظ مغایرت میان برخی تعارضات را نشاندهی کرده اند و در برخی دیگر تناقض و تضاد را. و حتی نه دوست گرامی، این گونه نیست. یعنی و بحث اختلافات در الفاظ، اگر شما کوچکترین مسائل در مورد علم حدیث بفهمید که بحث روایت بالمعنا در میان محدثین معروفه، این قضیه برایتان حل میشه که در نزد جمهور محدثین، جمهور سلف و محدثین الا تعداد اندکی از سلف، جمهورشان و جمهور محدثین رحمهم الله جائز میدانند. میدانید روایت بالمعنا چیست؟ امیدوارم بدانید. بله، بعضی از ائمه آمدن بر امام بخاری، بر امام مسلم اعتراضات علمی کردند و من در برنامه گذشته هم اشاره کردم، مثلا به امام دارقطنی رحمه الله. یعنی بحث امام دارقطنی اگر کتابش رو خواسته باشید باز کنید، خودش به نیاز یک ویدیوی طولانی داره که دربارش صحبت بشه. اجازه بدید پیش بریم که وقتی میگذره. که به گونه تقریبی از 7500 روایت بخاری 5300 آن تکراری است. در کمتر روایات تکراری بخاری، دوست عزیز، همه این تکراری ها دارای فوایدی است. اولا این را برایتان چالش میدم که از میان روایات تکراری که امام بخاری رحمه الله آورده، اگر بیش از 20 حدیث از احادیث تکراری امام بخاری آوردید که متن و سندش با هم متفق باشه، یعنی دو روایت متن و سندش با هم متفق باشه، درسته، صحیح است حرف شما. و نیست. همه احادیث تکراری امام بخاری رحمه الله دارای فوایدی است و من به عنوان نمونه برای یکی از اعتراضاتتان این را توضیح خواهم داد. میشنویم. اندکی از روایات را میابید که از ناحیه الفاظ، ترکیب الفاظ و محتوا کاملا و 100% یکسان باشند. اجازه بدهید برای هر یکی از اینها مثالهای را در برابرتان بگذارم. اولین روایت بخاری 11 بار دیگر و به این شماره ها تکرارا آمده: 52، 2529، 2344، 3898، 3609، 4682، 5070، 6195، 6439، 6689، 6953 و با این تفاوت‌های صریح. صبر کنید دوست عزیز. اولا ایشان میگه روایت اول در صحیح بخاری 11 بار دیگر، من اشتباه نگم، بله 11 بار دیگر به این شماره ها آمده. دوست گرامی، اولین روایت صحیح بخاری انما الاعمال بالنیات 7 بار فقط در صحیح بخاری آمده. 5 بار دیگر را از کجا آوردید؟ این شماره هایی که شما میگید خودتان مراجعه کردید به اینها؟ مراجعه کردید؟ واقعا مراجعه کردید؟ و کسی که این را نوشته مراجعه کرده به این شماره ها یا اینکه نه کپی پیست کرده؟ مراجعه کنید. من که میگم شما صحیح بخاری خوان نیستید که و صحیح بخاری را نخواندید، فقط همینطور هوایی میگید برای خود. میگه روایت اول صحیح بخاری 11 بار دیگه آمده. کجا 11 بار دیگه هست دوست عزیز؟ کل این روایت در تمام صحیح بخاری 7 بار آمده، 1 بار در اول و در شماره های دیگر. اکثر این شماره هایی که 5 شماره ای که شما در اینجا گفتید شماره های اضافی بود. یعنی
شماره هایی بود که اصلا روایات دیگری داره. من اول که این رو شنیدم تعجب کردم، چون از اساتیدم شنیدم. امام نووی میگه، حتی امام نووی میگه امام بخاری 7 بار این را آورده. من تعجب کردم چطور یعنی ممکنه، شاید اینها به کدام نتیجه دیگری رسیدن. بعضی از این شماره هایی که ایشان گفته بودن، یعنی بعد از اینکه من حدیث رو تخریج کردم دیدم فقط 7 بار، واقعا هم 7 بار کلام امام نووی هم مشخصه و اساتید ما هم این حرفا رو گفته بودن، الله به عمرشان برکت بده. مراجعه کردم که شاید چیز جدیدی باشه. بعضی از این شماره ها رفتم اصلا حدیث چیز دیگری است. گفتم شاید چاپ ها فرق میکنه. حتی به همین چاپی که بعضی از این شماره هایی که در ابتدای ایشان داده بود، به این شماره ها مراجعه کردم، بله هست، اما شماره ها اخیر اصلا وجود نداره، اصلا روایت چیز دیگریه. به هر حال روی این خیلی پردازش نمی کنیم. فقط توصیه من برای شما اینه که وقتی رد میدید رد علمی باشه. یعنی تا به حال هر چی شما گفتید توهین با اساتید کردید و توهین و تخصص کردید و خودتان را به جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم نشاندید و ما را به جایگاه مشرکین مکه که به شما بی موجب داریم نقد میکنیم و بعد از ما تقاضا میکنید که بیاید بر شما نقد بکنیم. عجیبه. گوش کنید که ایشان چی میگه. در دیگر العمل، در یکی النیه، در دیگر النیات، در یکی لامرئ و در دیگرش لکل امرئ، در یکی الی دنیا و در دیگرش لدنیا و تفاوت‌های دیگر. و من بگویید از میان این روایات کدامش اصح و ارجح است و کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم را با امانت و بدون تغییر در الفاظ و محتوای کلام پیامبر انتقال داده. تغییر در یک لفظ موجب تغییر در محتوای کلام می شود. زمانی که می خواهیم کلام پیامبر علیه السلام را انتقال دهیم باید خیلی محتاط باشیم و از هر نوع تصرف و کم و کاست خودداری ورزیم. میان نیت و عمل رابطه همواره یکسان نبوده و در برخی صبر کنید. اول خو اینجا ایشان میخواد بحث دیگری آغاز کنه، یک صغرا کبرای دیگری داره. ببینید دوست گرامی، دوستان عزیز و گرانقدر، ایشان میگه که اجازه بدید که من صحبت‌های ایشان را دقیق ببینم که کم و کاستی در صحبت‌های ایشان نشه. یک لحظه. بله، ایشان میگه که بله، میگه که در این روایاتی که در صحیح بخاری اختلافات وجود داره و تغییر لفظ موجب تغییر معنا میشه. همیشه این اتفاق نمیفته دوست گرامی. و من عرض کردم که شما اساسا روایت بالمعنا را اصلا اطلاع ندارید، وگرنه این حرف رو نمیگفتید. و بعد این الفاظی که شما گفتید تفاوتش در چیه؟ حالا مثلا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیه، تفاوتش در چیست؟ تفاوتش در چیه؟ بالنیه، الان نیات درسته که جمع نیته، الان وقتی ان نیه گفتیم الف لام جنس در اولش آمد شامل همه نیت ها میشه دوست گرامی. و ها که در مورد العمل، الاعمال و بقیه الفاظی که وجود داره. یعنی تغییری در معنا نمیه دوست گرانقدر، تغییری در معنا نمیه. و ای که چرا اختلاف در این الفاظ وجود داره در حالی که مفهومشان همه یکیست. مفهوم همه یکیست، درسته؟ با اندکی در وجوه، یعنی برداشت، وجوه برداشتی ممکن یعنی یک سری حرفای وجود داشته باشه، بسیار یعنی اندک و کمه. اولا روایت بالمعنا در اینجا بسیار مهمه، مطرحه، بحث روایت بالمعنا که باید شما این قضیه را بفهمید. اگر نفهمید برایتان مشکل ساز میشه و حقیقتا نمیتونید که قضیه را درست درک بکنید. روایت بالمعنا در نزد جمهور سلف و محدثین گفتیم جایزه. یعنی ای که شما لفظ را بغیر لفظی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده اون را روایت میکنید. مانند مثلا ترجمه، حالا شما ترجمه پشتو میکنید، ترجمه فارسی میکنید، درسته؟ یا ترجمه دیگری میکنید. این هم تقریبا نوع روایت بالمعناست و طبیعتا یک سری شروط داره محدثین مطرح میکنن و این شروط هم در بخاری وجود داره و هم در صحیح بخاری و در الفاظی که روایت بالمعنا صورت گرفته وجود داره. و یا هم میتونه که این اختلاف برگرفته ای از اختلاف در الفاظ برخی از روات باشه و به خاطر همین در 7 جایی که امام بخاری رحمه الله این روایت را آورده شما میبینید که یعنی امام بخاری رحمه الله از راویان مختلف این را روایت کرده
ممکن از طرف راویان این روایت بالمعنا صورت گرفته باشه، نه از طرف خود امام بخاری رحمه الله. و امام بخاری امانت علمی را مراعات میکنه. از این استاد با این لفظ شنیده، با همان لفظ روایت میکنه، از اساتید دیگر با الفاظ دیگر شنیده، با همان لفظ روایت میکنه و هاکذا، در حالی که اختلافی در مفهوم کلی روایت وجود نداره. درسته؟ سبحان الله. و شما گفتید که تغییر در الفاظ و میخواهید به این طریق به صحیح بخاری تاخت و تاز بکنید که در صحیح بخاری بله چونین الفاظی وجود داره و اینها با هم دیگر تغییر الفاظ باعث تغییر در معنا میشه. بسیار خوب. و آمدید که کدام اصح هست و فلان است و از این حرفای دیگری که شما گفتید. دوست گرامی، من چند آیه را در خدمت شما بزرگواران 4 نمونه را برای شما مطرح میکنم. ببینید دوستان گرانقدر، این از باب الزام خصمه و این شبهات را اسلام ستیزان بر علیه ما مطرح میکنن و بارها ما این را پاسخ دادیم و پاسخ آنچی که من میگویم در نزدم هست. من میخوام اینها را بفهمانم که شما اینطور نیست که وقتی تغییری در یک لفظ شد به این معنا که تغییری در مفهوم کلی آیه یا تغییری در مفهوم کلی حدیث به وجود بیایه. شما نه قرآن را درست میدانید و نه حدیث را، و الا اینکه اگر روایت بالمعنا را میدانستید که یک بحث مسلمی است در میان محدثین، این قضیه کاملا برای شما حل بود. و اگر بحث اختصار و تقطیع احادیث را میدانستید، بر امام بخاری رحمه الله اعتراض نمی کردید که چرا تکرار در روایات داره، که این را هم حالا برایتان ان شاء الله توضیح خواهم داد بعد از اینکه این آیات را به خدمتتان تلاوت بکنم. دوستان گرانقدر، مش نمونه خروار من برخی از آیات را به خدمتتان تلاوت میکنم و امیدوارم که اینها پاسخ بدن که وقتی شما ادعا میکنید که تغییر در الفاظ باعث تغییر در معنا میشه و کدام اینها اصح هست، از باب الزام خصم میگویم که بیایید این آیات را جواب بدید. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره آیه 60 میگه که و اذ استسقى موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. این در سوره مبارکه بقره است، فانفجرت. درسته؟ در سوره مبارکه اعراف الله متعال سبحانه و تعالی میگه که اذ استسقاه قومه، موسی علیه السلام را میگه ما برایش گفتیم ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست، فانفجرت فانبجست. متفاوته، یعنی انبجاس غیر از انفجاره. کدامش صحیح است؟ نعوذ بالله. و با این منطقتان یعنی شما زبان اسلام ستیزان رو دارید بر علیه قرآن هم دراز میکنید و فردا شاید بیاید این را برای قرآن هم بگید. نعوذ بالله. بله، وقتی که شما به کلام رسول الله علیه السلام قدم اولی است، بعداً به قرآن هم میپردازید. یکی را باید انتخاب بکنید، یکی آمده فنفجرت، یکی آمده فنبجست. گرچه جواب پیش من هست، یعنی واضح آشکاره، مانندی که در احادیث جواب دادم برایتان و در احادیث در تک تک از این روایات جواب داریم ما. متوجهید؟ در قسمت بعدی الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره آیه 58 میگه و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه. درسته؟ همین داستان را الله متعال در سوره مبارکه اعراف آیه 161 میگه و اذا قیل لهم اسكنوا هذه القريه. اینجا آمده و اذ قلنا ادخلوا، اینجا آمده اسكنوا. کدامش صحیحه؟ نعوذ بالله. هر دو صحیح است. و جواب یعنی پیش من هست، من میخوام فقط اینها جواب بدن. حالا اگر جواب بدم خب فایده ای نداره. و برای دوستان من این بشارت را میدم که برای شما در یک ویدیوی مستقل بعد از اینکه این مباحث تمام بشه همه اینها را جواب خواهم داد ان شاء الله. در سوره مبارکه بقره آیه 59 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا. درسته؟ این در سوره مبارکه بقره هست آیه 59. در سوره اعراف 162 میخوانیم الله متعال میگه فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم. اینجا اومده فانزلنا، اینجا اومده فارسلنا. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. در سوره مبارکه بقره است یفسقون، در سوره مبارکه اعراف هست یظلمون. درسته؟ تغییر در لفظ تغییر در معناست. بله. یا در سوره مبارکه طه میخوانیم که الله سبحانه و تعالی میگه که از زبان موسی علیه السلام که گفت انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس. اما در سوره مبارکه
قصص آیه 29 میخوانیم که میگه اینی آنست نارن لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار. قبسه نیست، جذوة من النار. دوست گرامی، من خواهش میکنم، یعنی کسی که نویسنده این مطلبه، اندکی روی اینها تعمق کنید، اندکی روی اینها تعمق کنید. ادامه میدین. البته قبل از این که ادامه بدیم صبر کنید. بحث تکرار در روایات. ببینید دوستان گرانقدر، امام بخاری رحمه الله هیچ روایتی را در صحیح بخاری تکرار نکرده مگر اینکه در آن یک فایده وجود داشته، چی در متنش و چی در سندش. حالا در متن اینها بعضی ها را گفتن و نفهمیدن که یک سری الفاظه که الفاظ متفاوت که همه یک معنا را میرسانه، مفهوم کلی همیشان یکی است. این از باب یعنی فایده متنی است، اما از باب فایده سندی شما دقت کنید و حتی از باب فایده متنی که چرا امام بخاری رحمه الله این مسئله را آورده، میتونیم به بحث تراجم ابواب امام بخاری رحمه الله اشاره بکنیم که فقه امام بخاری رحمه الله در تراجم ابوابش هست. این یک بحث مسلمه در نزد اهل علم که فقه امام بخاری رحمه الله در تراجم ابوابش هست. حالا امام بخاری رحمه الله احادیث را تقطیع میکنه یا احادیث را به اصطلاح اختصار میکنه گاهی، و این منهج امام بخاری است و این مسئله است که جواز داره و در علم حدیث مورد بحث و تنها امام بخاری نیست بلکه افراد دیگری هم هستند که چنین میکنن. و یعنی مانند امام مسلم نیست. مثلا امام مسلم رحمه الله سرد روایات کرده، روایت رو به صورت کلی آورده بدون اینکه ابواب بندی بکنه و بعداً یعنی آمدن دیگران باب بندی کردن. مثلا ابواب بندی که امروز در صحیح مسلم آنچه که معروفه امام نووی رحمه الله کرده و قبل از امام نووی هم، یعنی این آنچه که امروز در دسترس ماست ابواب بندی یا باب بندی است که امام نووی رحمه الله بر صحیح مسلم کرده. اما امام بخاری اینطور نیست، بلکه در قالب ابواب فقهش را و برداشتش را و استنباطش را از این احادیث در واقع مطرح میسازه. مثلا همین حدیث انما الاعمال بالنیات که ایشان بعداً میاد یک سری مسائل دیگری در مورد حدیث انما الاعمال بالنیات میگه که ان شاء الله من توضیح خواهم داد به توفیق الله متعال. مثلا در روایت اول در کجا این را میاره؟ در باب که کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، وحی بر پیامبر چگونه آغاز شده. اولین روایتی که میاره در واقع در باب یعنی به عنوان مقدمه در کتابش مطرح میسازه. چطور؟ بعضا از اهل علم رحمهم الله که بعداً من کلام بعضی از اهل علم را برایتان در راستای این روایت خاصتا مطرح خواهم ساخت، دیدگاهشان بر اینه که در کتابشان، یعنی میگن مستحب اینه که در کتابشان در ابتدا این روایت را قرار بدن و به خاطر همینه که شما امام نووی را میبینید، امام مقدسی را میبینید، امام بخاری را میبینید، برخی دیگر از ائمه سلف رحمهم الله یا ائمه حدیث رحمهم الله کتابهایشان را با این حدیث آغاز کردن تا ای که برای فرد خواننده بفهمانند که باید اخلاص در علمت و در فراگیری علم داشته باشی، چرا که این حدیث در واقع اوج اخلاص را نشان میده و اخلاص را برای انسان یاد میده که انسان اخلاص داشته باشه. و شما میبینید که در حدیث اول از طریق حمیدی، یعنی عبدالله ابن زبیر، نه عبدالله ابن زبیر صحابی، شیخ امام بخاری است، و از طریق سفیان و بعد از آن از یحیی ابن سعید حدیث روایت میکنه. درسته؟ حدیث دوم در کدام باب میاره؟ باب ما جاء ان الاعمال بالنیه والحسبه ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الایمان والوضوء والصلاه والزکاه والحج والصوم والاحکام وقال تعالی الی آخر. در اینجا میاره. فایده سندیش اینه که باز در اینجا میبینیم از طریق عبدالله ابن مسلمه روایت میاره و او از طریق مالک رحمه الله و او از یحیی ابن سعید، یعنی مدار روایت برای یحیی ابن سعیده که ایشان هم یعنی حرفای بعدی داره که توضیح میده، ان شاء الله بیشتر به دردتون میخوره این قضا. در جای سوم یعنی روایت شماره 2529 وقتی که میاره باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة الا لوجه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نیت للناس والمخطئ. یعنی میگه کسی که خطا از روی خطا و نسیان این اعمال انجام بده، حالا عتاق و به اصطلاح طلاق و بقیه مسائل، یعنی مؤاخذه نمیشه. و استدلال میکنه به این روایت انما الاعمال بالنیات، یعنی استنباط امام بخاری رحمه الله است، حکمی را از این استنباط میکنه که تکرار میاره. اینها تکرار ملالت آور نیست دوست عزیز، به تعبیر شما یعنی خیلی راحت برایتان والله این حرفا. و در اینجا
فایده سندیش چیست؟ میبینید از کسی دیگری امام بخاری رحمه الله روایت میکنه، از محمد ابن کثیر، از سفیان و بعد از آن از یحیی بن سعید. یعنی اینجا شیخش کسی دیگری است، محمد ابن کثیره، در حالی که در روایت گذشته عبدالله ابن مسلمه بود و هاکذا در روایت دیگر حمیدی بود و هاکذا. یعنی در روایت چهارم یا موضع چهارمی که امام بخاری رحمه الله این روایت میاره، اینطور باب را آغاز میکنه: باب و هجرت النبی صلی الله علیه و سلم و اصحابه الی المدینه، روایت شماره 3898. از اینجا از طریق مسدد میاره روایت، شیخش اینجا مسدده، مسدد از حماد ابن زید از یحیی ابن سعید. درسته؟ از یحیی ابن سعید. اینجا میبینیم که باز یعنی لطائف سندی هم داره و در عین حال حکمی را استنباط میکنه یا مسئله را مطرح میسازه. درسته؟ و در موضع پنجم یعنی اینطور آمده که باب من هاجر او عمل خیرا لتزویج امرأة فله ما نوى. و بعد از آن روایت شماره 5070. بعد از اینجا میبینین که راوی باز فرق میکنه، یعنی شیخ امام بخاری کسی دیگری است، یحیی بن قزعه هست از مالک از یحیی بن سعید. اینجا میبینین شیخ امام بخاری باز کسی دیگری است. در موضع ششم باب النیة فی الایمان، یعنی حکمی را استنباط میکنه در قسم. و اینجا میبینیم که امام بخاری اولا استنباط حکم میکنه و بعد از آن اینجا باز میبینیم شیخش قتیبه ابن سعیده رحمه الله و او از عبدالوهاب روایت میکنه و او از یحیی بن سعید روایت میکنه. درسته؟ در موضع اخیر و هفتم اینطور آورده: باب فی ترک الحیل و ان لكل امرئ ما نوى فی الایمان و غیرها. اینجا در رد حیله ها امام بخاری رحمه الله این روایت میاره و بعد از آن استنباط حکم میکنه اولا و بعد از آن فردی که از اون روایت کرده ابو النعمان و او از حماد ابن زید و او از یحیی بن سعید روایت میکنه. پس میبینیم فوائدی است، اینطور نیست که اینها یعنی تکرار ملالت آور باشه به ادعای این افراد. سبحان الله، انسان تعجب میکنه جهل با انسان چی میکنه وقتی انسان نسبت به یک کتابی، به یک امامی، به منهجش اطلاع نداشته باشه، به کتبش آشنایی نداشته باشه، این بلا و این مصیبت بر سرش میه. بعدن شبهات دیگر ایشان مطرح میکنه و سبحان الله یعنی من فکر میکنم که خیلی وقت طولانی شد، من نمیخواستم اینقدر طولانی بشه و وعده میدم برایتان که ان شاء الله به همین ترتیب قسمت به قسمت تک تک از شبهات را توضیح خواهم داد. در همین جا توقف میکنیم و ان شاء الله از این کیشان مبحث جدیدی را آغاز میکنه و میخواه که حدیث انما الاعمال بالنیات را به چالش بکشه و بگه که این متعارض با قرآنه. من این را ان شاء الله میگذارم برای ویدیوی بعدی و توضیح مفصل پیرامونش خواهم داشت. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.